سلام دوستان عزیز، این اولین ویدیو کانال جدید منه. کانال قبلیم باگ شد و پرید و نتونستم کاری واسش بکنم. این ویدیومون مربوط به اتچمنت های این سیزنه که من استفاده کردم و قراره این اتچمنت هایی که من استفاده کردم و نشونتون بدم و اگر دوست داشتید استفاده کنید. بریم اتچمنت ها رو ببینیم. گان اول تندروه، اما من خیلی استفاده نکردم چون که یکم بد شده تندرو. و این اتچمنتش اولی. و آقا پلکای کاراکتر رو حتما بذارید، خیلی روی بازیتون تاثیر میذاره. گان دوممون هم USS9. این از USS9. این هم پرکاشه. گان سوممونم دیارچه که این نایف رو باش گذاشتم. میتونید ببینید. اینم فنکه. اینم لوکاسه، کنارش کلتر رو گذاشتم که وقتی لوکاس دمیج داد بتونم انمیو بزنم. این اتچمنت کلت هست. اینم اتچمنت لوکاس هست. این پرکاشون هم حتما بذارید. اینم رم 7 که من باز کنارش کلت رو گذاشتم چون ممکنه مثلا یه از جلوتون در بیاد انمیو راحت تر بتونید بزنید. اینم رم 7. این CX9 که بیشتر همون کنارش نایف باشه بهتره، مثلا گانی چیزی نذارید، کلتی چیزی. گانه بعدیمون تک 9. یکم بعد ریجستریتون اوکی باشه ولی خوبه، گانه خیلی خوبیه. اینم از پرکای کاراکترش. این یکی گانمونم سویچ بلیده که اینم نایفاش و پرک کاراکترش و ایناست. اینم از اتچمنتش. گان آخرمونم لوکاسه. حالا چرا لوکاس؟ چون که مثلا اگر بخواید موومنتی پلی بدید و اینا، این اتچمنت و پرکای لوکاس به دردتون میخوره. اگر میخواید کلا راش بدید و موومنت بزنید، جای این چیزه، جای این علامت ریه اینو بذارید. جای اینو بذارید، یا اینکه بیاید اینو بذارین و جای اینو بذارید. میتونید، اینم خوبه. یا اگرم نمیخواید مثلا با لوکاس پلی بدید، مثلا میتونید اودن بذارید. بذارید من پیدا کنم. این هم از اتچمنت اودن هستش که اتچمنت خوبیه، میتونید این هم بذارید. فقط اودن چون نیاز به ریجستر داره من نذاشتم. این هم از اتچمنت اودن و مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. اگر خوشتون اومد منو لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید و دنبالم کنید. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.